سلام بچه ها، از دیدار شما خیلی شدم چون همیشگی برنامه انگوبین رو طریق تلویزیونی بهارستان تماشا کرده ایستادید. در هر یک برنامه ما میکوشیم تا شما رو با استعدادی یک خردسال کشور عزیزمون شناس نماییم. قهرمان امروزه ما هستند احمدزاده شکریه از شهر دوشنبه. احمدزاده شکریه 6 ساله می باشند و با رویخط پوره به برنامه ما آمدند و نه تنها رویخط، در اینجا باز عکس ها رو می بینیم درباره فصل های سال و پرچم نشان می گوید. این زمان باشد ما می خواهیم که صحبتمون رو با شکریه بانو آغاز نموده سوال هایمون رو با او پیشنهاد نماییم. سلام شکریه جان. السلام. با برنامه انگوبین خوش آمدید. تشکر. احمد. شکریه جان، ما میخواستیم که خود را به دوستداران برنامه انگوبین پرتر معرفی نمایید. من احمدزاده شکریه 24 ایون سال 2019 در شهر کولاب دهه خاناباد تولد شدم. در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی در چیخارگاه کودکستانی 132 به نام شبنم تربیت گرفته ایستادم. مدیر باغچه‌مان باشد بنفشه عبدالرحمن و سرمربی‌مان جهانبی سلطان و مربی که تا حال ما تربیت گرفته ایستاده‌ایم زهرانی نظام و میباشد. من در آزمون دنیا یکان اشتراک دارم. میخواهم که غالب آزمون برایم. اگر اجازه دهید برای مادر برای وطن من شعر میخوانم. نگاه گرمی مادر صدای نرمی مادر بیدار کند هر سحر سیله کند موی من بوسه زند روی من. نگاه گرمی مادر به جان و دل برابر وطن به من مادر است به جانم برابر است مقدسات وطن چون دل مرا در بر است. آفرین شکریه جان. میخواستیم دانیم که در عائله شما چند نفر زندگی میکنن؟ 5. کنی که ها؟ پدر، مادر، اپا، دادر خودم. آفرین. شما دادر دارید؟ بله. دادرتون چی نام دارد؟ احمد جان. احمد جان. خیلی خوب. اکنون درباره پدر شعر میدونید؟ بله. ای پدر جان خاک پایت میشوم وقتی پیری من عصایت میشوم در همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت میشوم. خیلی خوب. درباره مادر چی شعر میدونید؟ بله. خورشیدی تابان مادر نوری دیدگان مادر دلسوز و غمخواری ما زبی خاندان مادر مهرش در خانه دل برابر بر جان مادر. خیلی خوب. شما پدر مادرتان رو دوست می‌دارید؟ بله. امروز با برنامه شما رو کی آورد؟ پدرم. پدرتون. آفرین. درباره عائله چی شعر میدونید؟ بله. ما در خانه چند کسیم 1 و 2 و 3 و 4 آچر جانی جانانه پدر جانی یگانه بیبی و قند و عسل بابای جان و جیگر هم خواهر و برادر هم سگچه و پشتی در. خیلی خوب. قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان رو میدونید؟ بله. صدرالدین عینی باباجان غفور امام علی رحمان میرزا ترسونزاده شیرینشاه شاه تیمور نصرتالله مخزوم. آفرین. کنی از صدرالدین عینی شعر میدونید؟ بیاید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم و عالم هر کسی بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. آفرین. از میرزا ترسونزاده شعر میدونید؟ بله. تو توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن. خیلی خوب. کنی رمزهای دولت رو نامبر کنید؟ سرود ملی پرچم نشان. خیلی خوب. کنی درباره پرچم شعر میدونید؟
بله مرحبا. پرچم تاجیکستان سه رنگ کرده در بر، در روی آن شکفته گلهای 7 اختر، سرخی باشد نشانم از دست جای سارم، رنگ سفید رمز اقبال و بختیاری، در رنگ سبز درج است سبزی های کشور، باید که سبز باشد این ملک ما سراسر. خیلی خوب. کنی شکریه جان در عکس چی تصویر گرفته است؟ در این رسم پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان باشد. کنی با ما میگفتید که پرچم جمهوری تاجیکستان از چه رنگ عبارت است؟ از سه رنگ سرخ، سفید، سبز، تاج و 7 ستاره باشد. آفرین. کنی در این عکس چی تصویر گرفته است؟ نشان دولت جمهوری تاجیکستان. کنی میگفتید که نشانی دولتی جمهوری تاجیکستان از چه عبارت است؟ نشان دولت جمهوری تاجیکستان پخته بایگری اساسی کشور، گندم نشان از حیات و خیر و برکت، آفتاب از حیات آبادی و آسایش و مملکت آفتابی، تاج کو نشان از صاحب دولتی و مستقلیت، 7 ستاره، 7 اقلیم، 7 ستاره برادران، 7 قبط آسمان، 7 روز، کوه نشان از کوهسار کشور. خیلی خوب. معلوم می شود که شما درباره پرچم و نشان معلومات های زیاد می دانید. درباره پرچم و نشان معلومات گرفتیم. اکنون سرود ملی رو چی می دانید؟ بله. کنی یک بندش رو برای ما و تماشاگران قرائت کنید. دیاری ارجمند ما و بختی ما، سری عزیزی تو بلند و پا، سعادتی تو دولتی تو بگزند و پا، زی دوری زمان ها رسیدیم، بزیری پرچمی تو صف کشیدیم، زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. خیلی خوب. کنی شکریه جان شما میدونید که سرود ملی رو کی نوشته است؟ بله شعر گلنظر کلدی، آهنگ سلیمان یودکو. خیلی خوب. کنی با ما میگفتید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کیست؟ اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. آفرین. درباره اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شعر میدونید؟ بله ای پیشوای ملت، ای قهرمان ملت، زور توان ملت، گردیدن شب پیوست، جانم به جان ملت، با عزیز رستمانم دیگر کدی زمانم، پیر و جوان تو را خواه، مشکل کشای ملت، سردم کردی ملت، بناه نمودی دولت، از چهره از خونت خود صبح و صفای ملت. خیلی خوب. کنی شکریه جان ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. آفرین. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. خیلی خوب. درباره وطن تاجیکستان یا شهر دوشنبه شعر میدونید؟ بله وطن به من مادر است، به جانم برابر است، مقدساتی وطن چون دل مرا در بر است، جان تاجیکستان فرزندت هستم، در خدمتی تو کمر بستم. میخواستیم که ناحیه های شهر دوشنبه را نامبر کنید. اسماعیل سامانی، شاه منصور، سینا و فردوسی. کلانترین ناحیه ما سینا می باشد. خیلی خوب. شکریه جان ما چند ولایت داریم؟ 3 تا. ولایت سو، ولایت ختلان، ولایت کوهستان بدخشان. آفرین. تماشاگران عزیز یادآور شدم به مورد است که عین زمان برنامه انگوبین رو طریق تلویزیون بهارستان تماشا کرده ایستادید. قهرمان امروزه ما هستند احمدزاده شکریه از شهر دوشنبه. چنانه که شاهد گشتیم
Шукрия Бону ба ҳамаи саволҳои мо ба пуррагӣ ҷавоб гардонданд. Айни замон бошад, мехоҳем суҳбатамонро бо Шукрия Бону идома диҳем. Шукрияҷон, мехостем ки аз фаслҳои сол пурсон шавем. Кани ба мо мегуфтед, ки мо чанд фасли сол дорем? 4 تا: زمستان، بهار، تابستان و تیر ماه. خیلی خوب. дар бораи фаслҳои сол шеър медонед? بله، سرد و خنک هست هوا، برف و باران در فضا، یخ شوند همه آبها. چی فصل باشد بچه ها؟ هوا گرم میکند، زمین را نرم میکند. شود آغاز کشت و کار در فصل زیبای بهار. آفتاب می شود رخشان، هوا می شود تفسان. همه رویم آبازی در گرمی های تابستان. صحرا می شود خالی، سر می شود بارانباری. ریزند برها تا بیگاه در این فصل تیر ماه. خیلی خوب. اناکنون در اینجا عکس‌ها درباره فصل‌ها عکس‌ها گذاشته شدن. ما نیز از شما پرسان می‌شویم. کنی میگفتید که در عکس کدام فصل تصویر یافته است؟ در این رسم فصل زمستان تصویر شده. آیشه و شکرانه بابای برفی ساختن. دستانش را با شاخچه های درخت ساختن. بینیش را با سبزی، تلپک سرش را با ستیل ساختن. آفرین. معلوم میشد که شما حتی باز کودکانی که در اینجا تصویر یافتند نامگذاری کرده اید. کنی باز دیگر بچه‌ها چی کار میکنند؟ دیگر بچه‌ها باز بابای برفی میسازند. یخمالک بازی هم میکنند؟ بله. خیلی خوب. کنی درختان چگونه رنگ گرفتند؟ درختان رنگ سفید. خیلی خوب. اناکنون در فصل زمستان چی میبارد؟ در فصل زمستان برف میبارد، باران میبارد، شمال میشود. هوا چگونه میشود؟ ابرناک. ابرناک میشود، خنک میشود. ما باید در فصل زمستان چگونه لباس پوشیم؟ لباسهای غوص میپوشیم تا اینکه بیمار نشویم. خیلی خوب. کنی در این عکس فصل کدام منظره تصویر یافته است؟ فصل تابستان. خیلی خوب. در فصل تابستان هوا چگونه میشود؟ گرم میکند، ما به آوازی مشغول میشویم، باز یخ ماست میخوریم. آفرین. لباسهای تنگ به بر میکنیم. خیلی خوب. لباسهای سبک به بر میکنیم. کنی بچه ها در عکس به چی کار مشغولند؟ با داشتن شپلک ها، بازی میکنن، باز گل میچینن. خیلی خوب. در فصل تابستان هوا ابرناک میشود؟ نه. چگونه میشود؟ هوا صاف و به غبار میشود. خیلی خوب. انا یک رسم دیگر رو میگیریم. در این عکس کدام منظره تصویر یافته است؟ در این رسم من فصل تیر ماه را میبینم. آیشه و محمد سیر و گشت آمدن. برگای درختان سرخ و زرد و نارنجی شده به زمین میافتن. روز آفتاب، شب خنک میشود. خیلی خوب. رنگ درختان یعنی زرد میشود. برگایشون زرد میشود، میریزند. خیلی خوب. در فصل تیر ماه باران میبارد؟ بله. خنک میشود، باران میبارد. چگونه لباس به بر کردن کودکانی که در عکس شما تصویر یافته است؟ لباسهای غوص به بر کردن. خیلی خوب. اناکنون میخواستیم دانیم که در یک سال ما از چند ماه عبارت است؟ یک سال ما از 12 ماه عبارت میباشد. ماها رو نوبر کرده میتوانید؟ بله. ینور، فوریه، مارس، اپریل، می، ایون، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. خیلی خوب. 12 تا ماه شده. یک سال ما از چند روز عبارت است؟ یک سال ما از 365 روز عبارت میباشد. آفرین. درباره عید ارتش ملی شعر میدونید؟ بله. در باب هستی دارد رسالت، امن وطن را باشد کفالت. ارتش ملی صف میکشد صف، با یک صدایش در پرتوی نور
صدق و صفایش. ارتش ملی، ارتش ملی. خیلی خوب. کنی با ما میگفتید که عید ارتش ملی رو ما چندم فوریه جشن میگیریم؟ 23 فوریه. خیلی خوب. اکنون میخواستیم دانیم که ماهای مارت، اپریل و می ماهای کدام فصل هستند؟ بهار. بهار. خیلی خوب. ما در بهار کدام عیدها رو جشن میگیریم؟ عید نوروز، عید مادران. خیلی خوب. در عید نوروز دختران چگونه کرته ها به بر میکنند؟ چکن، اطلس، اطرس. زردوزی. ها خیلی خوب. معلوم می شود که شما میدونید و خوراک های ملی نیز میپزنده. آفرین. باز در عید مادران رو ما چندم جشن میگیریم عید مادران رو؟ 8 مارس. خیلی خوب. با مادران تبریکات میفرستیم یا که تبریک میگویم اونها رو. زبان دولتی جمهوری تاجیکستان کدام زبان است؟ زبان تاجیکی میباشند. آفرین. شما حرفها رو میدونید؟ بله. ا، او، او، ای، ای. الفبا زبان تاجیکی از چند حرف عبارت است؟ 35 آواز و حرف میباشد. خیلی خوب. ما چند یاد بر سر داریم؟ 6 تا صداناک، 4 تا یاد بر سر، 25 تا هم صدا. آفرین. یاد بر سرها رو نامبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. او، یاد بر یو، یا، یا، یو، یا. آفرین. صداناک ها رو چی؟ ا، او، ای، ای. خیلی خوب. با حرف شعر میدونید؟ بله. کنی با حرف اشعر خونید؟ انگوری ما شیرین است، قند و عسل برین است. آفرین. کنی باز با حرف بخونید؟ بچه من جنگیلم موی هست، باهان همیشه روزم نگوی هست. خیلی خوب. با حرف غ چی میدونید؟ غ در میانی مغز است، غ را بدان که نغز است. خیلی خوب. معلوم می شود که شما با همه حرفا شعر میدونید. اکنون میخواستیم که از رقم ها پرسان شویم. کنی شما حساب کرده میتوانید؟ بله. از چند تا چند؟ تا 20. تا 20. مرحمت. کنی حساب کنید؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. آفرین. باز برعکس حساب کرده میتوانید؟ 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. آفرین. بیاد من با شما سوال میدیم. شما 2 تا سیب داشتید. باز دوگانه‌تان با شما 1 تا دیگر سیب تحفه کرد. کنی حساب کنید شما چند تا سیب دارید؟ 3 تا. 3 تا. خیلی خوب. باز یک سوال دیگر. شما 10 تا انار دارید. باز 5 تا دیگرش رو با دوگانه‌تان میدهید. کنی حساب کنید چند تا انارتان؟ 5. 5 تا انارتان. خیلی خوب. شما درباره رقم ها شعر میدونید؟ بله. مرحبا. این چی رقم حلقه ساز، 0 بود نامی آن، من یکم او راست به سر حسابی 9 عدد. من عددی 2 هستم، جفتم و خوشو هستم. این رقمی 3 مانند هست با حرفی ز. من عددی 4 هستم، با 5 تو یار هستم. عددی 5 من عددی 5 هستم، علاخانی گنج هستم. این رقمی 6 را بین، رسمی مرا زودتر کش. عددی 7 این رقمی 7 را بین، میانی بسته را بین.
زبا تو هشتی ماهی تو حلقه طلایی این رقم نور را بین کلانک و باشک و یک تا یکی با همت و پیش صفر نشست هر دویشان یک جایه شدن عددی 10. آفرین. دادم چیانی زور دارم آنها را دوست می دارم کنی حساب کنم زود جورا نشه خوابالو حساب کنم آنها را قد کنم انگشتا را 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. بسیار شعری زیبا خوندید. اکنون رقم ها جفت و تاق می شوند. شما کنی عددهای تاق رو نامبر کنید. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. آفرین. اکنون عددهای جفت رو. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. حیوان ها رو می دانید؟ بله. کنی با ما می گفتید که حیوان ها به چند گروه جدا می شوند؟ بعد 2 گروه. کنی کدام گروه ها؟ وحشی و خونگی می باشند. حیوان های وحشی رو می دانید؟ بله. شیر، پلنگ، فیل، روباه، شغال و غیره ها. خیلی خوب. اکنون حیوان های خانگی رو چی؟ بوز، گاو، خر، اسب، گربه، سگ، گوسفند. خیلی خوب. درباره حیوان ها شعر می دانید؟ برچه من جنگلموی هست با آن همیشه روزم نگوی هست. شما چیستان می دانید؟ بله. کنی یک چند چیستان گوید؟ جا کندم تا زیزانو جا بیچیستان موزه می باشد. موزه می باشد. آفرین. باز؟ در یک خانه تاریک یک موسفیدی باری جا بیچیستان زپسکه روچکه می باشد. خیلی خوب. باز؟ رفتم صحرا یافتم گیاه پوستش سفید مغزش سیاه جا بیچیستان گلی سیاه گوش می باشد. گل سیاه‌گوش در کدام فصل می براید؟ بهار. در فصل بهار. خیلی خوب. من با شما یک چند چیستان می گویم. این سراوم میزنی، آن سراوم میزنی، شوخی کنم میزنی، قابل شوم میزنی. کنی جواب چیستان رو میدونی؟ توپ. توپ. خیلی خوب. باز یک تا دیگر. روم میرود، ایستم میایستد. سایه. خیلی خوب. خودش یک تا چشمش صد تا. الک. خیلی خوب. میخیزرین تگی زمین. سبزی. آفرین. معلوم میشود که شما جوابای چیستان ها رو میدونید. اکنون ضرب المثل یعنی که پند مقال میدونید؟ بله. مرحمت. تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم نکن توانا بود هر کی دانا بود به دانش دلی پیر برنا بود. ضرب المثل. با ماه شینی ماه شوی با دک شینی سیاه شوی. خیلی خوب. یعنی معنای این ضرب المثل در آن است که ما باید دوستانی خوب پیدا کنیم. با بله. دوستانی خوب کردیم تا اینکه فعل و رفتارمون مثل بچه های به تربیه نشونده. بله. به آداب نشویم. افسانه میدانید؟ بله. کنی کدام افسانه رو میخواهید نقل کنید؟ افسانه شلغم رو. مرحمت. اون نبوده بابا بود روزه بابا شلغم کارید شلغم کلان شد کشیدن اما کندن نتوانستن. بابا باشد بی بی را بی بی بابا را بابا شلغم را کشیدن اما کندن نتوانستن. بی بی باشد نبره را نبره بی بی را بی بی بابا را بابا شلغم را کشیدن اما کندن نتوانستن. نبره باشد سگ را
سکچه نبره رو نبره بیبی را، بیبی بابا را، بابا شلغم را کشیدن و کشیدن اما کندن نتوانستند. سکچه باشد گربچه را، گربچه سکچه را، سکچه نبره را نبره بیبی را، بیبی بابا را، بابا شلغم را کشیدن و کشیدن اما کندن نتوانستند. گربچه باشد موشچه را، موشچه گربچه را، گربچه سکچه را، سکچه نبره را نبره بیبی را، بیبی بابا را، بابا شلغم را کشیدن و کشیدن بایاری موشک کنده گرفتن خوراک پخته خوردن. آفرین. یعنی معلوم می شود که ما باید همیشه دوست باشیم در یک جایی کار رو به انجام رسانده می توانیم. خیلی خوب. کنی شکریه جان می گفتید که طبیعت چند نمود می شود؟ طبیعت دو نمود، طبیعت زنده و طبیعت غیر زنده. آفرین. و طبیعت زنده چی داخل می شود؟ آدم ها، حیوان ها، پرنده ها، رستنی ها، درختان. خیلی خوب. و طبیعت غیر زنده چی؟ آب، خاک، لای، کوه، زمین، سنگ. خیلی خوب. درختان چند نمود می شوند؟ درختان 3 نمود می شود: میوه دهنده، ساعت دهنده و درخت همیشه سبز. خیلی خوب. و درختی میوه دهنده کدام درختان داخلند؟ سیب، انار، شفتالو، زردالو می باشد. و درختان سایه دهنده چی؟ چنار، سفیدار. خیلی خوب. درختان همیشه سبز چی؟ اچه. شکریه جان، در روی خط شما به غیر از شعرهای تاجیکی باز در اینجا شعرهای با زبان انگلیسی و روسی نوشته شده است. کنی با زبان روسی یک تا شعر خوانید؟ Здравствуй, солнце, здравствуй, небо, здравствуй, самая земля. Мы проснули очень рано, и приветствует земля. Ах, my love, Tajikistan, ах, my love, Tajikistan. I like amantis, I like anus and roses. خیلی خوب. این با زبان انگلیسی بوده. آفرین. بهار آمد، بهار آمد، گلی سبزن قطار آمد، و دهقان وقتی کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. آفرین. شکریه جان، خیلی خوب. ما در روی خط شما بسیار معلومات های زیاد هستند، شعرهای زیاد هستند ولی وقتی برنامه ما به انجام می رسد و ما نیز برای فعالیت و دانایی و زیرکی شما در برنامه انگوبین به شما تحفه می دهیم. مرحمت، این تحفه شما. انا باز یک لختک دیگر. رحمت. شکریه جان، به شما معقول شد تحفه؟ بله. خیلی خوب. در خانه بازی میکنید با لختک؟ بله. آفرین. در آخر برنامه به همسالان خود چی گفتنی دارید؟ همسالانی عزیز، شعرهای زیاد از بر نموده و مثل من به برنامه انگوبی آمده شکر ورزی. تماشابینان عزیز، اینک وقت جدا نموده ما برای برنامه به انجام می رسد. قهرمان امروزه ما بودند احمدزاده شکریه از شهر دوشنبه. چنانه که شاهد گشتیم، شکریه بانو خیلی دانای و زیرک و حاضر جواب بوده است. از این رو ما برای برنامه آمدنشان به او تشکر می گوییم و شما نیز اگر چنین فرزند دانای و زیرک دارید، پس وقت خود را دریغ نداشته به برنامه انگوبین آورده جهانبینی آنها را قوی تر گردانید. ما همه روزه شما را در کوچه شعر و 31 تلویزیون کودکان نورسان بهارستان انتظاریم. یا با رقم های زیر با ما در تماس باشید تا برنامه های آینده در تلویزیون بهارستان. خیر.